هر زن مسلمانی که این 4 خصلت را در او دیده می شود خانش ویران می شود طبق سخن علما. اگر این خصلت ها در شما باشه اینها را از خود دور بکنین. یکم یک روی کردن در زندگی، گپ خودش بالا شماریدن نسبت گپ شوهرش. دوم تیز غضب کردن در زندگی. یک چیزی که میگوی یا که نمیشه یا که مثال بگیریم اطاعت نمیشه دیگه و دیگه تیز جنگ جنجال میبرداره، غضبناک میشه. سوم ناباوری کردن در زندگی. چهارم در حالت صحبت با همراه شوهر آوازش بلند میکنه و کبر و غرور او را بالا میبرداره، فکر میکنه که یعنی گپی من راسته باید مرا اطاعت بکنن. هر کسی که خصلت را داره از خود دور بکنین، به خاطری که الله سبحانه و تعالی میفرماید که مطلب شیطان همین است که ما یفرقون به بین المرء و زوجه، یعنی تفریقه انداختن بین زن شوهر، جداگی باید باندازه تا اینکه اونها جدا شوند و اینها دست به زنا بزنن، نعوذ بالله. از همون خاطر اولش که الله سبحانه و تعالی را اطاعت بکنیم و بعدا شوهر خود را. خدا نگهبانتان باشه. هر کسی که در شهر مسکو یا سن پترزبورگ قرار دارین برای پرسیژن گرانیتسا اکی سمردین مراجعت کنین. گرانیتسا برین بیان حجت خود را خوب بکنین. السلام علیکم.